در نماز یک دعای عجیب میکنی. اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خودم ببخش، بعد از آن پدر و مادر ببخش. چرا اول خودت ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمان دعا بکنیم، بعد در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخواهند که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید میانه جنت رو بخواهید. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدایا تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه حوثی مرا میخوره، اما مرا این بی‌قدر کردی که زیر قدم مادر کردی. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکار نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه تو او از دوزخ خلاص.